این اولین تجربه سفر رفتنم به کربلا، سفری که بعد از سالها انتظار نصیبم شده و قطعا هیچ سناریویی براش ندارم. آره دارم میرم. خداحافظ. اینجا تهران است. شب رو موندیم تهران و این هدیه ها رو قرار بدیم بچه هایی که تو مسیر اربعین هستن. صبح روز بعد یه خورده کارمون عجله‌ای شد، واسه همین سریع صبحانه خوردیم و وسایلمون رو جمع کردیم. با اسنپ رفتیم سمت اتوبوسی که حسابی منتظرمون بود. الان که ساعت 7:30 صبح، یه 13 ساعت دیگه میرسیم. اما صبح اینا قبل از اینکه به مقصد برسیم برای اولین بار به این آوا برخوردم و حسابی ذوق کردم. با نشستنم تو اتوبوس واقعا اصلا باورم نمیشد که تو این لحظه اتوبوس داره حرکت میکنه به سمت کربلا. اینجا آقای میگفتش کسی هست که برای اولین بار داره میره کربلا و تنها کسی که دستشو برد بالا من بودم. برای اینکه حوصله‌مون تو مسیر سر نره کلی کتاب داشتن و من چند تایی گرفتم تو مسیر بخونم. من از اون دسته از آدمام که خیلی زود خوابم میبره. اینجایی که ما رفتیم خیلی مهمون نواز بودن. برای نهار بهمون خورشت قیمه با پلو دادن. بعد از خوندن نماز ظهر رفتیم دوباره سوار اتوبوس شدیم. تو مسیر یکم سعی داشتم کتاب بخونم ولی متاسفانه یه صفحه‌ش هم نخوندم. فقط جویه شدم 3 تا کتاب گرفتم. اصلا خوندن کتاب تو اتوبوس و ماشین یه سردرد عجیبی میاد سراغم. واسه همین خیال کتاب خوندن شدم. سلامی دوباره یه جا وایستادیم برای نماز مغرب. یه جا هنوز نرسیدیم هنوز به مرز مهران. این جایی که وایستادیم موکب داره. موکبش خیلی 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 شبیه همون موکباییه که چه اینستاگرام میدیدم. نزدیکترین سوپری که به موکب دیدیم رفتیم یه چند تا تلقلات گرفتیم چون چیزی نمونده بود که به مرز مهران برسیم. و دقیقاً همونطور که گفتم لحظه نماز صبح رسیدیم. اینجا رفتیم نماز صبحمون رو خوندیم و بهمون برای صبحانه سوپ قارچ دادن با از این نونای معروفش که خیلی خوشمزه بود. بعدش هم رفتیم سوار اتوبوس شدیم تا برسیم به کاظمین. به عنوان کسی که اولین بار میره به سفر اربعین کربلا اصلا فکرشو نمیکردم مسیر طولانی باشه. بعد از ساعت‌ها نشستن تو اتوبوس ساعت 9 صبح رسیدیم به کاظمین. اینجا تازه به گرمای زیاد هوای عراق پی برده بودم و اون تایمی که رسیده بودیم به مرز مهران خیلی هوا خنک بود نسبت به این تایم. ساعت 9 صبح خیلی خنک بود، باد خنک می اومد، ولی الان اصلا خیلی خیلی گرم شد. قبل از اینکه بیام پیش بینی کرده بودم که هوا انقدر گرم باشه، برای همین این پوشیه رو با اضافه مونده پارچه‌ام دوختم. آموزش دوختش رو هم توی اینستاگرامم گذاشتم براتون. اگر ندارین اینستاگراممون رو تو قسمت توضیحات لینکش رو براتون گذاشتم. با اینکه کاروانمون زمان خیلی کمی رو برای زیارت دادن، تو همین زمان کم واقعا خیلی حال هوای قشنگی رو تجربه کردم. حدود 40 دقیقه اتوبوسمون تأخیر داشت. تو همین فاصله یه آقای خیلی رندوم بهمون نظری داد، خیلی چسبید. جاتون خالی. اتوبوسمون هم از راه رسید. قراره که اتوبوس ما رو ببره به سمت امامزاده سید محمد که میشن عموی امام زمان. همینجا کجا داریم میریم؟ کجا میریم؟ سید محمد برادر امام
حسن عسکریه، یعنی عموی صاحب زمان. اونطوره که نماز میخونیم که بعد دوباره راه بیفتیم بریم برای چی؟ نماز. سامرا. آره. رسیدیم به سامرا. اینجا اتفاقی که میفته توی جمعیت، این چفیه‌مو گم میکنم. این چفیه‌مو خیلی دوستش داشتم، ولی خب قسمت این بود که چفیه بمونه همینجا. شب رو سامرا موندیم و فرداش رو حرکت کردیم که بریم نجف. شب قبل اصلا درست حسابی نتونستم بخوابم، تنها چای عراقی تونست بدادم برسه تو این لحظه همراه با این نونا. بعد از یه پیاده روی کوتاه رسیدیم به اتوبوسمون که قرار بالاخره حرکت کنیم به سمت نجف. حدود فکر کنم 5-6 ساعتی باید تو راه باشیم. اینجا نجف رسیدیم به خونه بیبی. خونه بیبی 15 ساله که درش به روی زائرای امام حسین بازه. لباسامونو قشنگ شستیم. اینجا برامون شربت لیمو امانی آوردن و بعد برای نماز مغرب حاضر شدیم که بریم مسجد. يدرين تساعدين هنا نفس تجيبين؟ نه. هذا التمر؟ این نوه صاحبخونه اومدش و من یک خورده باهاش از طریق گوگل عربی صحبت کردم. اتفاقات زیادی افتاد. مثلا یکیش از اون آوا هستن، اسمش چیه؟ همون آب خنکی که توی حالت جعبه اینا میذارن تو گوشم تو کیفم. اصلا تو کیفتون نذارین، ممکنه بتره که و کل وسایلتون خیس بشه و من ایرپادم داخل همین کیفم بود و سوخت. از این بابت یه خورده قصه دارم، ولی اب نداره دیگه، شده دیگه. ما میریم تعمیرگاه تو ایران درستش میکنیم. ولی ایرپاد یکی از وسایلایی هستش که میشه مورد استفاده قرار میگرفت، اونم توی اتوبوس. تو مسیر تورانی واقعا خیلی جواب بود. الان دیگه نداریمش، اشکال نداره. 5 تا قرص میخوریم میخوابیم کل مسیر رو. شما برای تجدید در ظهور امام زمان چند تا صلوات میفرستین اینجا یادداشت کنم؟ برای کی؟ برای خانم است. آره. هر تعدادی که بنویسین 1000 تا بنویس. 1000 تا. امضا میزنی؟ اینجا. برای منم 1000 تا بنویس. آره هستم. دست در نکن، زنده باش. مبینا بشین. مردم میگه هی مبینی خب بریم سراغ وسایلی که من همراه خودم به سفر اربعین آوردم. این کلاه آفتابگیر رو حتما همراه خودتون داشته باشین. حالا من با نخ کوک از این بندو بهش وصل کردم تا بتونم به کوله پشتیم گره بزنمش. برای کوله پشتی من از کیف لپتاپ استفاده کردم و تا جایی که تونستم بار خیلی کمی برداشتم. تو سفر اربعین حتما همراه خودتون یه پاور بانک و مام، پودر بچه، شامپو، قرص چه خوشکن و سرماخوردگی و چسب زخم همراه خودتون داشته باشید. در ادامه این همون خوراکیایی که تو مسیر خریدیم. وسایل خیاطی آوردم مثل نخ سوزن، بشکاف و سوزن تگرد و همینطور این قیچیای مسافرتی که خیلی خیلی کاربردیه. برای شستن لباسا این مدل شامپو رو آوردم و یه ظرف غذا آوردم. داخل ظرف غذا لیمو تازه گذاشتم. کلا خوردن لیمو تازه باعث میشه که خدایی نکرده یه وقت مسموم نشید. در کنار لیمو حتما همراه خودتون آجیل رو داشته باشین که هر موقع احساس ضعف کردین آجیل رو کلا دم دستتون قرار بدید. یه خیلی نایلون فریزر آوردم که تا اینجای سفر فقط اینقدر برام باقی مونده، اینقدر کاربردیه. مورد بعدی فلاکسه که خیلی کاربردی بود برای من.
بعد از فلاکس این چتریه که آوردم، اصلا یه بارم ازش استفاده نکردم چون اصلا فرصت نمیشد که درارم از تو کیفم. مثلا این چتر جلوی آفتابو میگیره. آره خود کلاه آفتابگیر حکم چتر رو داره. این پنکت دستی ها هم خیلی کاربردیان، یه جایی به درد میخوره. اینا از لیست کامل وسایل، خواستی یه اسکرین شات ازش بگیر. این عروس هلندیه حسابی با هم رفیق شده بود و انقدر که دستی بود حد نداشت. و ما هم راهی شدیم سمت مسجد کوفه. مسجد کوفه کلی از بچه‌ها بودن که با جون و دل کار میکردن. خیلی حس خوبی داشت واقعا. امین چه حسی دارید؟ دیشب تا صبح بیدار موندین و فقط عبادت کردیم. سبک، خیلی سبکم. یعنی هیچ جایی دیگه بود بهترین جا بود من نمیرفتم. اذیت بودم، خسته بودم، یعنی واقعا می‌خواستم استراحت کنم. ولی با همه خستگی رفتم و انقدر احساس سبکی می‌کردم اونجا. نمازها روی چقدر نماز و چیز داد. خیلی سبک. و بالاخره اونجا خیاطی کردم. یه چادر نماز دوختم برای خانواده بیبی که نتیجه دوختشو براتون تو همین ویدیو گذاشتم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. تو هوای گرم عراق کنار اینا وایسادن حسابی میچسبه. به علاوه خوردن یخمک. اگه یه کوچولو هم گلو درد دارین اصلا یخمک رو امتحان نکنین. سلام. بفرمایید. بعد از زیارت تا رسیدیم یه راز رفتم سراغ دوخت و دوز. یه کوچولو از دوختش مونده بود. چون سردوز نداشتیم لبه کار رو 2 تا زدم. قسمت پهلوها و درزای دیگر رو از زیگزاگ چخیتی استفاده کردم به عنوان سردوز که خلاصه اینم شد از نتیجه دوخت چادر نماز که آموزش دوختش رو تو پست قبلی کانال یوتیوبمون گذاشتم. خوشگل خانم فاطمه بیا عزیز دلم. سلام. یکی از نوه‌های بیبی با هنر دستش اسمم رو به خط نستعلیق برام نوشت و هدیه داد. واقعا این هدیه برام خیلی ارزشمند و دوست داشتنی بود. دستتون در نکنه. بیاین زود بیاین انشالله. عزیزم قربان شما. خدا نباشید. بریم کربلا. الان ساعت چند ساعتشو بگو. ساعت 21:47. پیش به سوی کربلا. بوی بهشت می‌وزد از کربلای تو. ای 100,000